санаи 31 март дар толори фарҳангии мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 65 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ҷамъбасти даври ноҳиявии озмуни шаҳрии тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм бо ширкати ғолибони ин давр аз муассисаҳои таълимӣ, литсею гимназияҳои ноҳияи мазкур баргузор гардид. Дар маросими супоридани сипосномаву ифтихорнома ва мукофотҳои пулӣ аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба ғолибони даври ноҳиявии озмуни мазкур ҳамзамон ба устодону волидони онҳо тӯҳфаҳои хотирмон тақдим гардид. дар ин даври озмун аз ноҳияи мазкур 27 нафар довталаб аз рӯи 7 номинатсия ба гирифтани ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм сарфароз гардиданд. бояд ёдрас шавем, ки озмуни мазкур дар маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе гузаронида шуд. طبق قرار رئیس شهر دوشنبه از 25 فوریه سال 2022 تحت رقم 85 آزمون شهری تاج سر جمله هنرهاست علم تحت سرپرستی رئیس شهر دوشنبه اعلام گردید. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شومنسور شهر دوشنبه جهت عملی سازی تدبیرها وابسته به قرار رئیس شهر دوشنبه و 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف منبع تشکیل و در دور ناحیه در مؤسسه دولتی مرکز تحصیلات لغوی ناحیه شومنسور شهر دوشنبه گذرانده می شود. باید گفت که آزمون از 3 مرحله عبارت بوده: داخلی مؤسسوی، ناحیه‌ای و دور شهری. آزمون مذکور از روی 7 نامیناسیا برنامه‌سازی، معماری، مدل‌سازی، رادیو الکترونیکا، روبات تکنیکا، سیاحی، کشاورزشناسی، طبیعت شناسی گذرانیده می شود. سنجش کارهای عملی شرط اساسی آزمون بوده. دو طلب در یکی از نامیناسی‌های آزمون به طور اختیاری اشتراک می‌کند. در این شرط دو طلب وابسته به نامیناسی‌ها کاری مستقلانه تحقیقاتی و یا اختیارات خود را با نظر داشت خصوصیت‌های نوآورده شده امروز معرفی نمودند. باید گفت که در این آزمون از همه مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه شاهمنصور اشتراک نمودند. از بین اینها 21 نفر غالب برآمده و به دور شهری راه خط می‌یابند. پس از هوسمندگردانی غالبان این دور خرسندی آنها حد و کنار نداشت و همگی عرض سپاس به تشکیل کنندگان این گونه آزمون‌های ذهنی و معرفتی می‌کردند. Меня зовут Ибрагимова Дильноза, я ученица 21-й школы, и я сегодня приняла участие в этом конкурсе. Это очень хороший конкурс, я рада, что приняла в нем участие. Я заняла первое место в номинации «Табиат Шиноси», и меня подготавливал к этому мой учитель Шамсидинов Насим. در آزمون تاج سر جمله هنرهاست علم اشتراک کرده، از نامیناسیای برنامه‌سازی اشتراک کرده. در دور ناحیه سزاوار جای یکم گردیدم. من یادداری خودم را به مقامات شهرداری می‌رسانم که برای نورسان جوانان بسیار این گونه آزمون‌ها رو تشکیل می‌کنند و در آینده من وعده می‌دهم که در آینده در آزمون‌های بین‌المللی اشتراک کرده در آن جای‌ها سزاوار جای‌های افتخاری و جای‌های اول می‌گردم. من امروز در آزمون تاج سر جمله هنرهاست علم در نامیناسیای روبات تکنیکا شرکت ورزیده سزاوار جای اول گشتم و من باز کوشش میکنم که در دور شهری آزمون تاج سر جمله هنرهاست علم شرکت ورزیده سزاوار جای اول گردم. این گونه آزمون به ما مساعدت میکند که در آینده کسب خود را درست انتخاب کنیم. در پهلوی غالبان آزمون استادان و والدین نیز خوشحالند که جهت تشکل جهانبینی و تقویت ذهنی نورسان مقامات شهرداری توجهی خاصه دارد. من مادر خوشبخت هستم که امروز فرزندم در این آزمون سزاوار جای یکم گشته است. دخترم همیشه در چنین آزمون فعالانه اشتراک میکنند و در آینده امید دارم که چنین آزمون‌ها بسیارتر میشن و فرزندان ما در چنین آزمون اشتراک کرده سزاوار جای نمایان گردند. من خوشحال از آن هستم که شاگردی من امروز در دور ناحیوی آزمونی تاج سر جمله هنرهاست علم از روی نامیناسیای برنامه‌سازی اشتراک کرده سزاوار جای افتخاری یعنی سزاوار جای اول گردید. این البته اما کوشش‌های زحمتی محترم رئیس شهر دوشنبه و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و ما وعده می‌دهیم که همچون کادرهای جوان در آزمون‌های من بعد شاگردان خود را تیار کرده در چه آزمون‌های جمهوریوی باشد چه آزمون‌های بین‌المللی باشد سزاوارهای جای‌های افتخاری پرچمبردار کشور خود باشند. داوطلبان محصول ایجادی خویش را با ذوق منظور بینندگان می‌کردند زیرا این آزمون در سمت رشد فن‌های دقیق برگزار گردیده برای انتخاب درست کسب و تشکل دانش‌های آنها مساعدت خواهد کرد. باید یادآور شویم که آزمون شهری تاج سر جمله هنرهاست علم دوره به دوره تا سال‌های 2030 پیوسته مورد تحلیل و نظارت قرار خواهد گرفت.